خب بریم سراغ تعریف زینف از نگاه بیزباک. توی بیزباک زینف اینطور تعریف میشه: فرد یا سازمانی داخلی یا خارجی، یعنی داخل سازمان یا خارج از سازمان، که در دستیابی به یک نتیجه مشخص و ارزشمند منافعی داره. سه نکته مهم تو این تعریف وجود داره. یکی این که زینف همیشه به ارزش یا ولیو مربوطه. زینف یک مفهوم راهبردی نه عملیاتی، یعنی در واقع یک شخصی یا یک ذینفی که از نظر مدیریت پروژه یک نقشی رو داره، مثل تحلیلگر کسب و کار یا مدیر پروژه، در واقع در بیزباک به عنوان ذینف حساب نمیشه. ذینف با نقش فرق داره، نقش تغییر میکنه، ذینف ثابت‌تره بری داره. مثلا مشتری یک ذینف و مشتری در سطح بالا یک ذینفه. مشتریان تغییر میکنن اما در واقع یک سازمان به هر حال مشتری داره. ذی‌نفعان در بیسلاین یا در خط مبنای معماری کسب و کار جایگاه ویژه‌ای دارند. خط مبنای معماری کسب و کار چیه؟ خط مبنای معماری کسب و کار در واقع قابلیت‌ها یا کپابیلیتی‌ها و value streams یا جریان‌های ارزش هستند که در واقع دامنه‌های اصلی و خیلی مهمن. و وقتی که شما قابلیت‌ها و جریان‌های ارزش رو دارین مپینگ یا نگاش می‌کنید، در واقع باید حواستون به دامنه ذی‌نفعان و اینفورمیشن یا اطلاعات باشه و این دو دامنه همزمان با ساخت خط مبنا به صورت کامل مدل میشن. علتش هم این هست که ذی‌نفعان مستقیما به جریان ارزش ارتباط دارن و در واقع ذی‌نفعانن که جریان ارزش رو اجرا میکنن، به عنوان تریگر محسوب میشن و در واقع در انتهای جریان ارزش اون ارزش به ذی‌نفعان میرسه. خب بریم یکم روشن‌تر موضوع ذی‌نفعان رو در معماری کسب و کار بیزباک تعریف بکنیم. در معماری کسب و کار مشتری به عنوان ذی‌نفع اون شخصیه که توی تجربه خرید، تحویل و خدمات پس از فروش نقش داره و کسب و کار در واقع به اون ارزش ارائه میده. یعنی در واقع در انتهای ولیو استریم یا جریان ارزشمون مشتریه که اون ولیو رو دریافت. واحد خدمات مشتریان یک واحد کسب و کاریه، در واقع به عنوان ذی‌نفع حساب نمیشه، اما ممکنه شما در مدیریت پروژه یا در تحلیل کسب و کار واحد خدمات مشتریان رو به عنوان یک ذی‌نفع حساب کنید. واحد خدمات مشتری بخشی از سازمانه که مسئول پاسخگویی رسیدگی به مرجوع و پیگیری سفارشات. کارشناس پشتیبانی مشتری در معماری کسب و کار به عنوان یک عنوان شغلی حساب میشه، نه ذی‌نفع. اما شما ممکنه در مدیریت پروژه برای مدیریت ذی‌نفعان یا در تحلیل ذی‌نفعان و تحلیل ارتباطات بین اونها نیاز داشته باشین که کارشناس پشتیبانی مشتری به عنوان ذی‌نفع در نظر بگیرید. ولی در معماری کسب و کار این چنین نیست و به عنوان دیگه سمتیه که در واحد خدمات مشتریان اون فرد کار میکنه و با مشتریان در تعامله. از نظر دسته‌بندی ذی‌نفعان از دیدگاه بیزباک ما سه دسته اصلی داریم که در واقع دسته مشتریان در قالب کاستومر یا کلاینت یا پیشنت که اگر در حوزه بهداشت و درمان باشه به عنوان بیمار در واقع در نظر گرفته میشه، و ممبر یا عضو در کسب و کارهایی که خدمات اشتراکی ارائه میدن هستش و در واقع اینها همه به عنوان مشتری حساب میشن و دریافت کننده ارزش هستن. پارتنر کسی که به ما کمک میکنه که ارزش رو ارائه کنیم و در نهایت منابع انسانی، یعنی همه افرادی که اون کپابیلیتی ها یا قابلیت ها رو اجرا میکنن و در جریان ارزش به نوعی سهیم هستن که اینها هم میتونن به عنوان تریگر باشن، به عنوان شروع کننده یک بخشی از در واقع جریان ارزش تلقی بشن. اینطور که گفتیم ذی‌نفعان با جریان ارزش ارتباط مستقیم دارن و در معماری کسب و کار ذی‌نفعان در واقع بازیکنان اصلی جریان ارزشن. فهرست ذی‌نفعان توی معماری کسب و کار هم یه فهرست سازمانی یا اشعاری نیست، همونطور که توضیح دادیم، و در واقع ذی‌نفعان یک مقداری سطح بالاتر از این فهرست سازمانی یا اشعاری در نظر گرفته میشن و این فهرست منطقی و معماری شده از افراد کلیدیه که در خلق یا مصرف ارزش نقش دارن، مثل همون مثال مشتری، مثل مثال ذی‌نفعان منابع انسانی به طور کلی و سایر ذی‌نفعانی که در حوزه معماری کسب و کار فهرست بندی میشن.
یک مثال رو از ارتباط بین استیکهولدر مپ یا نقشه ذی‌نفعان که در واقع یکی از خروجی‌های اصلی معماران کسب و کار در سازمان هستش رو می‌بینیم که ارتباط داره با استیج‌ها یا مراحل جریان ارزش و در واقع یک استیکهولدری میتونه تریگر باشه، در واقع شروع کننده جریان ارزش باشه. این استیکهولدر مپ به نوعی با اینفورمیشن مپ در ارتباط هستش و همچنین با کپابیلیتی مپ. پس در واقع ما اینجا یک نقشه کلی رو میتونیم داشته باشیم از سازمان، یک نگاشت کلی که ارتباطات بین این دامنه ها رو نشون بده. ما در یک اپیزود جداگانه به توضیح شیوه های نگاشت ذی‌نفعان از دیدگاه معماری کسب و کار و ارتباط بین اینها با اینفورمیشن مپ یا کپابیلیتی مپ و در واقع جریان ارزش خواهیم پرداخت. فعلا میخوایم که یک آشنایی کلی با مفهوم خود استیک هولدر در معماری کسب و کار داشته باشیم.